داستانی که قرار تعریف کنم از یه فیلم سینمایی هم عجیب‌تره. داستانی مردی به نام جفری اپستین و جزیره مرموزش به نام پدو، جزیره‌ای که تبدیل شده بود به جهنمی برای دختران جوان و بهشتی برای آدم‌های پولدار و قدرتمند. تصور کنید یه جزیره اختصاصی، ویلاهای مجلل، اما پشت این همه ظاهر زیبا جنایاتی در حال وقوعه. جفری اپستین به همراه دوست دخترش گلین مکسول دختران 14 تا 17 سال را با وعده ماساژ و $200 پول نقد به این جزیره میکشوند. و اما فقط ماجرا ماساژ نبود. این دختران جوان مجبور میشدن به خواسته های جنسی این افراد پاسخ بدن. و حالا سوالی که اینجاست، چه افرادی به این جزیره رفت و آمد داشتن؟ بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا، شاهزاده اندرو از خانواده سلطنتی انگلیس، استیو هاکینگ، فیزیکدان معروف و افراد دیگه. یکی از قربانیان به اسم ویرجینیا تعریف میکنه که مجبورش کردن 3 بار با شاهزاده اندرو رابطه داشته باشه و میگه که جفری بهش پیشنهاد $15,000 داده تا با اندرو رابطه برقرار کنه، در صورتی که زیر سن قانونی بوده. یا مدل روسی به اسم راسلنا که 2 سال قبل از خودکشیش در 19 سالگی به این جزیره رفته بوده. جفری و مکسول یه سیستم سازمان یافته داشتن. دخترای آسیب دیده و دارای مشکلات مالی رو انتخاب میکردن. بعد از سوء استفاده بهشون پیشنهاد همکاری میدادن که اگر دختر جدیدی رو بیاری $200 میگیری و لازم نیست دیگه خودت کاری انجام بدی. و اینطوری بود که یه شبکه از قربانیان رو به خدمت میگرفتن. جفری اپستین در سال 2019 در زندان به طرز مرموزی خودکشی کرد، اما خیلی معتقدن این خودکشی نبود و اونو کشتن چون میتونست خیلی آدمهای بزرگ رو لو بده. حتی بعضیا میگن اون مردی که در عکس جسد نشون میده خود جفری نیست، چون شکل دماغش فرق میکنه. دوستان، این یک داستان واقعی تلخه، نشون میده که پول و قدرت چطوری میتونه انسانها رو به یک هیولا تبدیل کنه. و نظر شما درباره این شخص چی بوده کلاً؟